امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به جلسه دوم از آموزش پایتون مقدماتی. خب تو جلسه قبل ما یاد گرفتیم که برنامه نویسی چیه، زبان برنامه نویسی چیه، ما چرا اصلا به زبان برنامه نویسی نیاز داریم، پایتون رو با هم نصب کردیم، وی اس کد که یک ادیتور خیلی خوب هست رو با هم نصب کردیم، یک کد خیلی ساده نوشتیم. توی این قسمت قصد داریم که وارد مبحث پایتون بشیم. خب ما اولین چیزی که باهاش سر و کار داریم تو پایتون متغیرها یا وریبل هستن. متغیرها چی هن؟ ما توی برنامه نویسی کلا با مقدارها سر و کار داریم. عدد، اسم، تاریخ تولد، درست یا غلط، بله یا خیر. برای اینکه بتونیم این مقدارها رو ذخیره کنیم و بعداً بهشون دسترسی داشته باشیم از چیزی به اسم متغیر یا وریبل استفاده میکنیم. وریبل ها یا متغیرها مثل کشوهای یک میز که توی هر کشو یه چیزی میذاریم و بعداً بنا به احتیاجمون از اون کشون وسایلی که گذاشتیم رو برمی‌داریم. یا مثل یک جعبه رو تصور کنید که ما داخلش یک سری وسایل گذاشتیم و هر موقع که نیاز داریم اون جعبه رو میاریم، وسایل از داخلش برمی‌داریم، استفاده می‌کنیم و بعد می‌ذاریم داخل جعبه و سر جاش می‌ذاریم. حالا ما این جعبه رو میتونیم وسایلش رو اضافه کنیم، کم کنیم، تغییر بدیم یا اصلا حذف کنیم. اینجا اگه مشاهده کنید ما دو تا وریبل تعریف کردیم، یک نیم که اسم گذاشتیم علی، دو ایج که سن اون رو مثال 25 گذاشتیم. جلوتر با تمام اینا آشنا میشیم. ما برای اینکه بتونیم وریبل ها رو نامگذاری کنیم یک سری قواعدی باید رعایت کنیم. وریبل ها با حروف، عدد و آندرلاین ساخته میشن. ما نمیتونیم با یک عدد تنها یک وریبل بسازیم. جزء قوانین پایتون هست. یک سری از اسم ها رو هم خود پایتون رزرو کرده. یعنی چی؟ اومده یه سری کتابخونه ساخته، در دسترس ما قرار داده و اون اسم ها رو استفاده کرده. ما نمیتونیم از اون اسم ها استفاده کنیم. وریبل ها کاملا به حروف بزرگ و کوچیک حساسن. مثلا اگر ما دو تا وریبل بسازیم به نام ایج و حروف اولشون رو بزرگ و کوچیک کنیم میتونیم داخل هر کدوم یک مقدار متفاوت بذاریم و این دوتا با هم شباهتی ندارن. ما تو پایتون برای چاپ کردن هر مقداری که نیاز داشته باشیم از دستور پرینت استفاده میکنیم. همونطور که توی جلسه اول دیدیم ما اولین کدمون رو با دستور پرینت و هلو ورلد چاپ کردیم. یه دستور خیلی کاربردی دیگه ای هم که داریم و همین اول نیازه که من بگم به شما، دستور تایپه. ما با تایپ میتونیم ببینیم که هر وریبلی که ساختیم چه فرمتی داره، چه تایپی داره و با ترکیب این دو دستور میتونیم تایپ یک متغیر رو چاپ کنیم و ببینیم. حالا ما چرا اصلا از تایپ استفاده میکنیم؟ مگه ما چند تا تایپ داریم؟ ما تو پایتون داده های زیادی داریم، نوع داده های مختلفی داریم یا به اصطلاح دیتا تایپ های مختلفی داریم. دیتا تایپ های ما شامل اینتیجر که عددهای کامل مثل سن، تعداد هستند و عددهای طبیعی هستند. دیتا داده بعدی فلوت هست که اعداد اعشاری رو ما میتونیم داخلش بذاریم. دیتا تایپ بعدی استرینگ هست یا str که ما میتونیم بین دو تا دابل کوتیشن که اینجا مشاهده میکنید هر مقداری رو که میخوایم بذاریم، مثل اسم، آدرس و چیزهای متفاوت. ما اگر داخل دابل کوتیشن عدد هم بذاریم اون عدد تبدیل به استرینگ میشه، یک رشته میشه. دیتا تایپ آخر بولیان هست که بولیان دو نوع داده داره، ترو، فالس که میشه حالا بله یا خیر یا روشن و خاموش. ما همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم میتونیم از دستور تایپ و پرینت و این دوتا رو با هم ترکیب کنیم و
نوع داده اون مقدارمون رو متوجه بشیم. خب ما وارد محیط VS Code میشیم، یک فایل جدید پایتونی میسازیم به اسم 2 و فرمت py. اینجا میایم یک متغیر به اسم name میسازیم، اسمش رو علی میذاریم. یک متغیر به اسم age میسازیم و عدد 25 رو میذاریم. یه متغیر دیگه به اسم پوینت یا امتیاز میسازیم و مقدار اون رو 19 و 75 میذاریم. حالا یه متغیر دیگه میسازیم به اسم is student. میگیم آیا دانش آموز هست یا نه. ما میگیم بله دانش آموز، مقدار true رو قرار میدیم. حالا میخوایم ببینیم که نوع تایپ هر کدوم از این وریبل ها که ما نوشتیم چیه. میخوایم ببینیم دیتا تایپ هر کدوم از این متغیرهامون چیه، تایپشون چیه. برای این کار میایم از دستور تایپ استفاده میکنیم. تایپ رو داخل پرینت مینویسیم، یه پرانتز جلوش باز میکنیم. همینطور که میبینید من اگه موس رو ببرم روش با ما داره میگه یه کلاس از نوع تایپ و چیزهایی که میگیره. روی پرینت هم بیارین همینطور به شما نشون میده که این فانکشن هست، به این ترتیب ساخته شده، چه ورودی هایی میگیره و ولیوش باید چی باشه، جدا کنندهش یا همون سپ که اینجا میبینید اند آخرش استرینگ یا نان، به اینا همه میرسیم جلوتر، همه رو کامل توضیح میدیم. خب ما میخوایم ببینیم که تایپ نیمی که ساختیم چیه. به همین راحتی میذاریمش داخل پرینت که برامون تایپ اون رو چاپ کنه. از اینجا اجرا میگیریم و همونطور که میبینید به ما میگه کلاس str یا همون استرینگ هستش و کاملا هم درسته، چون ما اینجا گفتیم که هر چیزی داخل دابل کوتیشن بیاد یک استرینگ برای پایتون حساب میشه. خب ما میتونیم حالا تمام اینا رو به ترتیب پرینت بگیریم و ببینیم که تایپشون چیه. name age و پوینت رو میذاریم اینجا. برای مقدار بعدی is student رو میذاریم و تایپ میکنیم و کد رو اجرا میکنیم. همینطور که میبینید اینجا به ما داره دیتا تایپ هر کدوم رو میگه. میگه اولی که نیم هست یک استرینگ، دومی کلاسش اینت یا اینتیجر هست که یک عدد طبیعیه، عدد بعدی که امتیاز هست یک فلوت هست چون اعشاریه و وریبل بعدی که یک is student ما تعریف کردیم ترو به عنوان بولین هست. این میتونه ترو و فالس باشه. حالا این دیتا تایپ ها کجا به درد ما میخورن؟ ما چرا اصلا باید بدونیم که دیتا تایپ چیه؟ ما برای کار تو پایتون کلا با مقدارها سر و کار داریم. جلوتر که وارد مباحث شیگرایی و ارثبری، کلاس ها و فانکشن ها بشیم، اینا خیلی بیشتر به کار ما میاد. ما برای مباحث ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ هم به این مقدارها خیلی نیاز داریم. و از همه مهمتر این که ما باید بدونیم با چی داریم کار میکنیم. بعدن یک نوع دیتا رو دیدیم بدونیم که این استرینگ هست که بتونیم دستورات استرینگ رو روش اجرا کنیم. آیا این اینتیجر هست، میتونیم کارهایی که با یک اینتیجر انجام میدیم و انجام بدیم و الی آخر. خب ما تو پایتون میتونیم از عملگرهای ریاضی برای محاسبات استفاده کنیم. یعنی تمام عملگرهایی که ما تو ریاضیات داریم رو میتونیم اینجا بیاریم. عملگرهای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، تقسیم صحیح، باقی مانده تقسیم و توان. ما اینجا این رو
به صورت کامنتش میکنیم با دکمه های کنترل و بک‌اسلش کامنت میشه. کامنت یعنی چی؟ یعنی اینکه مفسر پایتون وقتی میخواد کد رو، چون مفسر کد رو خط به خط اجرا میکنه، اول میاد این خط رو اجرا میکنه، بعد میاد خط بعدی، بعد خط بعدی و بعد خط آخر. وقتی که ما این رو کامنت میکنیم به این حالت، مفسر وقتی میبینه اینا کامنته از روی اینا میگذره و اینا رو اجرا نمیکنه. الان من اگر اینجا این فایل پایتونی رو ران کنم، پرینت ها رو به ما نشون نمیده و هیچ خروجی نمیده، چون ما هیچ خروجی ازش نخواستیم. خب ما گفتیم که میتونیم تمام عملگرهای ریاضی رو توی پایتون انجام بدیم. به همین منظور میایم دو تا متغیر میسازیم. A مقدارش رو 10 قرار میدیم، B مقدارش رو 3 قرار میدیم. ما میایم برای اینکه ببینیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم از دستور پرینت استفاده میکنیم. میگیم برای ما پرینت کن A ضرب در B. کل متغیرها رو مینویسیم. اشتباه شد. کل عملگرهایی که میخوایم ببینیم رو مینویسیم و در آخر اجرا میکنیم. ما گفتیم که A رو ضرب در B کن. حالا میخوایم بگیم A رو تقسیم بر B کن. تقسیم با بک‌اسلش نمایش داده میشه در پایتون. ضرب هم با ستاره. دستور بعدیمون چی باشه؟ میگیم A رو منهای B کن. دستور بعدی میگیم A رو به توان B برسون. بعد میگیم برای ما بیا تقسیم صحیح انجام بده. A رو تقسیم بر B کن منتها با تقسیم صحیح. و در آخر میگیم که برای ما A رو باقی مانده تقسیمش بر B رو نشون بده. حالا ما اینجا نمیتونیم طبیعتا یک حروف مثل A رو تقسیم بر B کنیم، اما اینجا این خودش میاد برمیگرده به این متغیری که ما قبلا تعریف کردیم. میاد میبینه داخل این A که من اینجا گذاشتم چیه؟ من 10 رو گذاشتم. میاد اینجا 10 رو تقسیم بر 3 میکنه. ما این کد رو اجرا میکنیم. همونطور که میبینید اومد برای ما کلیه این محاسبات ریاضی رو انجام داد. اومد ما ازش خواستیم 10 رو ضرب در 3 کنه که اینجا مقداراشو تعیین کردیم. 30 رو به ما داد. در دستور بعدی گفتیم که A رو تقسیم بر B کن یا همون 10 رو تقسیم بر 3 کن. به ما یک عدد 3 داد با ممیز و اعشار. تو خط بعدی ما گفتیم که A که 10 هست رو منهای B کن و اومد برای ما این کار رو انجام داد. تو دستور بعدی گفتیم که به توان 3 برسون 10 رو. خب 10 به توان 3 میشه 10 ضرب در 10 ضرب در 10 که عدد جوابش میشه 1000. ما تو دستور بعدی گفتیم که برای ما A رو تقسیم صحیح انجام بده به B. یعنی چی؟ ببینید اینجا ما گفتیم که تقسیم انجام بده، اومد برای ما تقسیم رو انجام داد. 10 رو تقسیم بر 3 کرد با این تعداد اعشار. خب ما یه جا هست اعشار رو نمیخوایم، نیاز نداریم. وقتی از 2 تا بک‌اسلش استفاده کنیم میاد برای ما فقط اون عدد صحیح رو توی جواب نشون میده. برای ما فقط یک اینتیجر میاره، یک عدد صحیح، به فلوت تبدیلش نمیکنه. توی خط بعدی گفتیم که باقی مانده تقسیم A به B رو برای ما نشون بده. این میاد چیکار میکنه؟ میاد اینجا میگه 10 تقسیم بر 3 جوابش میشه چند؟ 3. بعد میاد دوباره این 3 رو، بذارید من اینو با یک خط صاف بگیرم که جدا بشه. بعد میاد دوباره این 3 رو تقسیم بر 3 میکنه که جوابش میشه 1. این کاریه که باقی مانده تقسیم، دستور باقی مانده تقسیم برای ما
انجام میده، میاد انقدر اون مقدار اولیه رو تقسیم بر مقدار دوم میکنه تا دیگه جای تقسیم نداشته باشه. ما میتونیم همچنین از عملگرهای مقایسه‌ای هم تو پایتون استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میایم اینجا اینا رو طبق دستوری که قبلا بهتون گفتم با کنترل و بکسلش کامنت میکنیم تا برای ما نشون داده نشه. ما از همین A و B استفاده میکنیم. ما میخوایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. میگیم آیا A بزرگتر از B هست؟ جواب رو برای ما چاپ کن. تو خط بعدی میایم یه عمل مقایسه دیگه انجام میدیم. میگیم آیا A مساوی B؟ اینجا رو دقت کنید. ما هر متغیر یا وریبلی که بسازیم و بخوایم داخلش یه مقدار قرار بدیم با یک مساوی این کار رو انجام میدیم. اما اگر بخوایم عملگر مقایسه‌ای بین دو تا متغیر انجام بدیم حتما باید از دو تا مساوی استفاده کنیم. من اگر اینجا یه مساوی بذارم و وقتی کد رو اجرا کنم به من خطا میده. ببینید تو خطاش هم داره مینویسه این یکی از مزیت‌های پایتونه. میگه کجا رو اشتباه داری. تایپ ارور داره به من میده. میگه من اینجا یک کلمه یا کیورد آرگومان A که گرفتم متوجهش نشدم چیه، چون من اینجا گفتم که A رو مساوی B کن. این توی پرینت نمیتونه این کار رو انجام بده. من دو تا مساوی قرار میدم تا برای من مقایسه رو انجام بده. ما توی مقایسه و توی پایتون کلا مساوی و نامساوی داریم. ما اینجا گفتیم که A مساوی B هست. حالا برای ما true یا false رو چاپ میکنه. ما اگه میخوایم بگیم که آیا A مساوی B نیست، از یک علامت تعجب استفاده میکنیم. علامت تعجب قبل از هر عملگری بیاد اونو نقض میکنه. ما اینجا بهش گفتیم که A مساوی با B نیست با این علامت تعجب. حالا اگر من کد رو اجرا کنم ببینید به من میگه A بزرگتر از B، 10 بزرگتر از 3، بله true. آیا A با B مساویه؟ خیر مساوی نیست false. آیا A با B مساوی نیست؟ بله میگه A با B مساوی نیست. این عملگرها به ما کمک میکنن که ما جلوتر خیلی از کارمون رو راحت کنیم. ما تو پایتون میتونیم جریان برنامه رو کنترل کنیم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم بهش بگیم اگر این اتفاق افتاد این کار رو انجام بده، اگر این اتفاق نیفتاد این کار رو انجام بده. میتونیم شرط بذاریم برای برنامه. چطوری کار میکنه؟ ما وارد محیط کد میشیم، یک کد جدید به اسم 3 باز میکنیم. البته .py رو حتما میذاریم. خب ما برای اینکه بتونیم یک شرط ایجاد کنیم یک ایج میسازیم، میذاریم 18. دستورات شرطی تو پایتون چیا هستن؟ if که ما الان باهاش کار داریم، elif و else. حالا کاربرداشون کجاست؟ ما توی پایتون خیلی مواقع نیاز داریم که برنامه رو، روند اجرای برنامه رو کنترل کنیم. میخوایم بگیم که اگر یک شرطی اتفاق افتاد تو این کار رو انجام بده یا این قطعه کدی که من نوشتم رو اجرا کن، یا اگر این شرط اتفاق نیفتاد بگذر ازش، تو هیچ کاری انجام نده. حالا if چیه؟ if میگه اگر. ما میایم مینویسیمش، میگیم if age طبق همون دستورهای مقایسه‌ای که یاد گرفتیم بزرگتر از، یا میتونیم حالا بگیم بزرگتر مساویه 18 بود، دو نقطه اینتر که بزنیم خودش میاره پایین و وسط خط بالا قرار میده. حتما حواسمون به این دو نقطه باشه. من اگر دو نقطه رو نذارم بیام پایین و یه دستوری بنویسم مثلا اوکی و کد رو اجرا کنم این به من 100% خطا میده.
میگه اینجا اینو یادت رفته، این دو نقطه رو باید بذاری. به من ارور سینتکس میده، یعنی من دستور نگارشی پایتون رو رعایت نکردم. اینجا دو نقطه رو که بذارم باز هم ارور میده. چرا؟ چون باید یک نیم خط جلوتر از ایف باشه اون دستور که ما میخوایم اگر شرط برقرار بود برای ما انجام بده. ما گفتیم اینجا اگر سن بزرگتر از 18 بود، بزرگتر مساوی 18 بود، برای ما اوکی رو چاپ کن. خب ما اینجا کد رو اجرا میکنیم و میبینیم که برای ما اوکی رو چاپ کرد. چرا؟ چون سن من 18 شرط من رو برقرار کرده. حالا یه موقع هست که سن من کمتر از 18 عدد من، میام با شرط else بقیه کارم انجام میدم. برای else چیزی نیاز نیست بنویسیم. چرا؟ چون ما میگیم اگر سن بزرگتر مساوی 18 بود اوکی رو چاپ کن. else یعنی در غیر این صورت. در غیر این صورت اگر شرط اول برقرار نبود برای من اینو چاپ کن یا کد بعدی منو اجرا کن. میگم اگر هیچ کدوم از این شروط برقرار نبود برای من نو رو چاپ کن. خب من اینجا سنم 18، طبیعتاً 18 رو برای من چاپ میکنه. من اینجا براش یه عدد کوچیکتر می نویسم، مثلا 10. خب به نظر شما اینجا باید چه خروجی به من بده؟ یک بار با هم ببینیم. ایج ما تعریف کردیم 10 و توی شرط گفتیم اگر سن بزرگتر مساوی 18 بود برای من چاپ کن اوکی. در غیر این صورت برای من چاپ کن نه. خب این کد چیکار میکنه؟ میاد میگه خب اینجا من میام این ایج رو نگاه میکنم، ایج 10، پس بزرگتر مساوی 18 نیست، این شرط برقرار نیست. میاد اینجا میگه خب اینجا به من گفته اگر شرط بالا برقرار نبود اشکال نداره، در غیر این صورت بیا تو برای من اینو چاپ کن. ما اگر اینجا چاپ کنیم برای ما نو رو چاپ میکنه. ما اینجا آمدیم با if و else کار کردیم. گفتیم که ما یک چیز دیگه هم به اسم الیف داریم. کاربرد الیف چیه؟ ما یه موقع هست نمیخوایم فقط عدد برای ما چک کنه که آیا این عدد بزرگتر مساوی 18 هست یا نه. ما میخوایم شروط دیگه هم بذاریم. چی کار میکنیم؟ میایم اینجا یک اسکور، یک متغیر اسکور با عدد 70 تعریف میکنیم. شرطمون رو می‌نویسیم، میگیم if score. توی پایتون هم خدمتتون بگم وقتی ما یک متغیر تعریف میکنیم یا میخوایم یک متد یا یک فانکشن رو فراخوانی کنیم، وقتی که اون رو می‌نویسیم اینجا برای ما خودش پیشنهاد میده، میگه میخوای همین اسکوری که این بالا تعریف کردی رو استفاده کنی؟ من میگم بله. یک تب میزنم و اون رو برای من کامل مینویسه. من اینجا میگم اگر اسکور بزرگتر مساوی 90 بود، خب دو نقطه‌مو یادم نمیره بذارم، میام پایین یک اینتر میزنم و خودش میاد پایین. چیکار کنم؟ برای من پرینت کن گریت، یعنی امتیازت خیلی خوب بوده. حالا میخوام یک شرط دیگه هم براش بذارم. نمیخوام بگم اگر 90 بزرگتر مساوی 90 بود این کارو بکن و اگر نبود دیگه هیچ کاری انجام نده. میام با الیف بهش میگم در اگر، اینجا بهش گفتم اگر امتیاز بزرگتر مساوی 90 بود برای من اینو چاپ کن. خب این پایین از الیف استفاده میکنم. میگم اگر شرط بالا برقرار نبود چیکار کن؟ اگر اسکور اومدی دیدی اسکور بزرگتر مساوی 90 نیست و اگر دیدی اسکور بزرگتر مساوی 70 بود، اون موقع برای من پرینت کن گود. حالا دیگه اینجا شروط هم تموم شده. میخوام بگم در غیر این صورت اگر هیچ کدوم از شروط بالا برقرار نشد برای من پرینت کن بعد
که آقا نمرت بد شده، امتیازت بد شده. حالا من این کد رو اجرا میکنم. جوابی که به من داد گود بود. چرا؟ چون اینجا اومد گفت خب به من گفته اگر امتیاز بزرگتر مساوی 90 بود برای من گرید چاپ کن. میاد نگاه میکنه اسکوری که ما تعریف کردیم 70. خب این شرط اولی رو نداره. میاد سراغ شرط دوم که من با الیف تعریف کردم. اینجا میبینه که من بهش گفتم اگر بزرگتر مساوی 70 بود بیا گود رو چاپ کن. خب اینجا میاد میبینه شرط برقراره و این رو چاپ میکنه و دیگه به این نمیرسه. چرا؟ چون من گفتم در غیر این صورت، یعنی اگر این دو تا شرط برقرار نبود تو بیا این کار رو انجام بده. حالا میتونیم یک تست هم بکنیم. عدد رو بذاریم 50. اینجا به نظر شما باید چه مقداری رو برای ما چاپ کنه؟ نگاه میکنیم با هم. اینجا برای ما بعد رو چاپ میکنه. چرا؟ چون هیچ کدوم از شروط بالا برقرار نشد. طبیعتا میاد برای ما بعد رو چاپ میکنه. این کاری که ما انجام دادیم اومدیم از ایف، الیف و الس توی یک کد استفاده کردیم، بهش شرط چند مرحله‌ای هم میگن. خب ما تو پایتون داده هامون ساختار دارن، یعنی ما هر داده رو توی یک ساختار مربوط به خودش میایم قرار میدیم. این ساختارها چی هن؟ لیست، تاپل، دیکشنری و ست که علائمشون هم اینجاست. لیست با 2 تا براکت تعریف میشه، تاپل با 2 پرانتز و دیکشنری هم با این علامت. حالا لیست یعنی چی؟ لیست یعنی مجموعه قابل تغییر از آیتم ها که میتونه شامل هر نوع داده ای باشه. ما میتونیم به 2 روش لیست تعریف کنیم. وارد کد میشیم، اینو نگه میداریم. من این فایل ها رو براتون تو کانال تلگرام قرار میدم. اسم فایل بعدی رو 4 میذاریم و شروع میکنیم به تعریف لیست. خب ما گفتیم که میتونیم به 2 روش لیست درست کنیم. حالا اون 2 روش چی هن؟ میایم یک متغیر به اسم مای لیست مینویسیم، میسازیم و با 2 براکت که علامت لیست هست درستش میکنیم. میایم داخلش 3 تا عدد میذاریم، میگیم 1 2 3. این یک روش ساده و روش اول. ما گفتیم 2 تا روش داریم. بله، میایم یک لیست با ام بزرگ تعریف میکنیم. همونطور که خدمتون گفتم پایتون به حروف بزرگ و کوچیک حساسه. این 2 تا وریبل با هم متفاوتن و میتونه هر کدوم داخلشون یک مقدار و داده مختلف داشته باشه. ما برای اینکه بتونیم با روش دومی که گفتیم خدمتون لیست بسازیم، میایم از کلاس لیست استفاده میکنیم. اینجا می نویسیم لیست. اگر روش نگه داریم میبینیم که نوشته بیلتین. یعنی چی؟ یعنی اینکه این یک کلاس ساخته شده داخل خود پایتونه. اینجا یه توضیح هم راجبش داده. چی نوشته؟ میگه که اگه آرگومانی به من بدی من یک لیست برات میسازم و اگر به من هیچ آرگومانی ندی من برات یک لیست خالی میسازم. ما بعداً کار داریم با این لیست خالی. مثلا میایم توی کدمون یک لیست خالی درست میکنیم که بعداً بهش دیتا اضافه کنیم، داده اضافه کنیم. حالا من دوباره میایم اینجا یه براکت میذارم، میگم که 1 2 3. ما به هر 2 روش میتونیم یک لیست بسازیم، هیچ فرقی برای ما نداره. همونطور که یاد گرفتیم از دستور تایپ برای دیدن تایپ این 2 وریبل استفاده میکنیم، پرینت میکنیم و هر 2 رو با دستور تایپ فراخوانی میکنیم. خب من اگر الان کد رو اجرا کنم میاد به من تایپ این 2 مقدار رو نشون میده. همونطور که میبینید هر 2 لیست هستن و عملا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. جفتشون یک ماهیت رو دارن، جفتشون لیست هستن و قابل پیمایش یا ایتریبل هستن.
حالا ویژگی های لیست چیه؟ ما چرا اصلا لیست رو نیاز داریم؟ لیست همونطور که گفتیم ما میتونیم هر نوع داده‌ای داخلش قرار بدیم. ما میتونیم حتی داخل لیست قرار بدیم، یعنی یک لیستی از لیست ها. ما میتونیم یک لیست بسازیم و داخلش چندین لیست قرار بدیم. هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. لیست ها قابل مرتب سازی هن. یعنی ما میتونیم اونا رو سورت کنیم، میتونیم روشون فیلتر اعمال کنیم و قابلیت پیمایش یا ایتریبل دارن. یعنی چی؟ جلوتر بهش میپردازیم. خب یه سری دستورات خیلی مهم ما تو لیست داریم که برای ما خیلی مهم و کارآمدن. ما میایم اینجا، میایم توی کد، ما دوتا لیست اینجا با هم دیگه ساختیم. میایم دستورات مهم لیست رو میبینیم، لیستی که تعریف کردیم رو مینویسیم و برای اینکه بتونیم به دستورات و متدهای یک لیست دسترسی داشته باشیم از یک نقطه استفاده میکنیم. ما همونطور که دیدیم نقطه رو که زدیم برای ما خودش یک لیستی باز میکنه. ما وقتی ایندکس رو بزنیم میتونیم بهش یه ولیو بدیم، یک مقدار بدیم و ایندکس اون مقداری که داخل اون لیست هست رو ببینیم. ایندکس یعنی چی؟ یا همون اندیس میاد محل جایگیری اون مقداری که ما بهش دادیم و میگه. مثلا توی پایتون شمارش همیشه از 0 شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی عدد اول، مقدار اول ایندکسش میشه 0، 1 میشه 2، به همین ترتیب تا بالا. خب ما میخوایم بهش بگیم که ایندکس ولیو 1 ما چنده. ما اینو پرینت میکنیم که ببینیم. از دستور پرینت استفاده میکنیم، کدمون رو اجرا میکنیم و به ما میاد میگه 0. 0 یعنی اولین ایندکس تو توی لیستت 0. عدد 1 تو ایندکس 0 قرار داره. حالا ما اگه 2 رو بهش بدیم باید چند بده؟ طبق قوانینی که بهتون گفتم، ما اگر 2 رو بخوایم ببینیم ایندکس چندمه به ما 1 نشون میده، در صورتی که ایندکس دومه. پایتون از 0 میشماره. یعنی چی؟ اینجا میاد میگه من بیارم اینو زیر این که قشنگ ببینیم. ما اگر بخوایم خودمون ایندکس ها رو بنویسیم، 1 میشه 0، 2 میشه 1 و 3 میشه 2. ترتیب تو پایتون به این صورت هستش. خب حالا روش دیگه ای هم داریم. بله، برعکسش هم داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ایندکس رو میخوایم ببینیم که توی لیست ما میایم اینجا دو تا براکت جلوش میذاریم، میگیم خب این لیست ما ایندکس صفرمش چه عددیه، چه مقداری داره. ما وقتی اینو اجرا کنیم به ما میگه ایندکس صفرم شما یا ایندکس اول شما 1. من اگر اینو به 1 تغییر بدم باید برای من 2 رو چاپ بکنه. میبینید 2 رو چاپ کرد. ما به این روش میگیم دسترسی به آیتم ها یا ایندکسینگ. خب ما میتونیم اینجا بگیم که عضو اول و ایندکس اول رو برای من بیار، ایندکس دوم رو بیار، ایندکس سوم رو بیار یا ایندکس چهارم. خب ما اینجا ایندکس چهارم نداریم. اگر اجرا کنیم چی میگه؟ به ما خطا میده. چی میگه؟ میگه اون ایندکسی که به من دادی تو رنج این لیست نیست. من یه لیستی دارم که کلا 3 تا عضو داره، تو هم خواستی من چهارمی رو بیارم. خب چیزی ندارم که بهت نشون بدم. ما میتونیم اینجا یه موقع هست لیستای ما خیلی اعضای زیادی دارن. ما مثلا یک لیست داریم با 100,000 تا عدد، 100,000 تا داده، نمیتونیم بیایم ایندکس ها رو بنویسیم. چیکار میکنیم؟ ما مثلا آخرین ایندکسمون میخوایم ببینیم چه مقداریه، چی داخل لیستمون ذخیره شده. میایم از یک منفی 1 استفاده میکنیم. منفی 1 میاد آخرین ایندکس اون لیست رو برای ما نشون میده.
همونطور که میبینید برای ما 3 رو چاپ کرد. ما توی پایتون اسلایسینگ یا برش لیست هم داریم. به چه منظوره؟ میایم اینجا میگیم برای ما پرینت کن مای لیست، یه براکت جلوش قرار میدیم تا اسلایسینگ رو انجام بدیم. اسلایسینگ به معنای برش. من کل لیست یا یک مقدار لیستم رو نمیخوام، من یک قسمتی از لیستم رو میخوام. بهش میگم ایندکس اولمو تا ایندکس سوممو برای من برش بزن و چاپ بکن. خب حالا به نظر شما این باید چه خروجی به ما بده؟ میایم نگاه میکنیم ایندکس 0 یا همون اول اینجا میشه 1 و اگر بشماریم میشه ایندکس 0 1 و 2. این باید بیاد برای من تا 3 رو نشون بده، اما پایتون اینطوری نیست. ما وقتی میزنیم از ایندکس اول تا ایندکس سوم، این میاد یه دونه قبل از ایندکس سوم رو برای ما در میاره. اینجا اگر ما پرینت کنیم میاد به ما اعداد 1 و 2 رو نشون میده. حالا ما میخوایم که تا خود عدد سوم رو بگیریم، یعنی ما عدد سوم هم میخوایم، باید اینجا از 3 استفاده کنیم. ما اینجا وقتی 3 بذاریم میگه از ایندکس اول تا ایندکس 4 برای ما میاد کل لیست رو چاپ میکنه. حالا یه موقع هستش که ما می نویسیم 2، میتونیم به این روش هم بنویسیم 2 به علاوه 1، هیچ فرقی نداره. میاد برای ما از ایندکس اول تا ایندکس 4 رو برش میزنه و چاپ میکنه. ما تو دستور بعدی با اینسرت آشنا میشیم. اینسرت کارش چیه؟ اینسرت کارش اینه که ما میایم توی اون محل مورد نظرمون یک مقدار رو به لیست اضافه میکنیم. اینجا لیستمون رو فرا میخونیم، میگیم که my list dot insert. میگه تو ایندکس چندم میخوای اضافه کنی؟ من میگم تو ایندکس مثلا اول اضافه. میگه خب چی رو اضافه کنم؟ من میگم 10 رو برای من اضافه کن. اینجا و لیستم رو پرینت میگیرم، کد رو اجرا میکنم و به من نشون میده. ببینید 10 رو اومد تو ایندکس دوم برای من اضافه کرد. خب ما میایم یک اینسرت دیگه هم انجام میدیم، بهش میگیم دات اینسرت. میگه تو ایندکس چندم؟ من میگم تو ایندکس -1. ایندکس -1 ما یاد گرفتیم یعنی ایندکس آخر. بیا برای من رو اضافه کن. من اگر اینو اجرا کنم رو به این لیست من اضافه شده. خب حالا میام چاپ میکنم لیستمو، ببینم لیستم چه بلایی سرش اومده. وقتی که لیستمو چاپ میکنم میبینم که رو نیومده آخرین مقدار. چرا؟ خب تو پایتون ما وقتی میایم میگیم به عنصر آخر -1 رو اضافه کن، پایتون میاد کلیه خونه ها و مقدارها رو یه پله به جلو میبره. یعنی 3 که قبلا ایندکسش 5 بود میشه 6 و رو میاد توی 5 قرار میگیره. چرا؟ من اگر بیام اینجا قبل از تمام این تغییرات لنه یعنی طول اینسرت هم رو بگیرم، مای لیست هم رو بگیرم، به من چه عددی نشون میده؟ 5. اینسرت میاد چی کار میکنه؟ میاد برای خودش اول یک لن میگیره، میاد طول لیستی که من بهش دادم برام اینسرت کنه رو میگیره. میگه خب این به من گفته اینسرت کن، کجا اینسرت کنم؟ برم تو آخرین ایندکس اضافه کنم. آخرین ایندکس لیست من چیه؟ 5. یعنی من کلا 5 تا ایندکس دارم توی این لیستم. این میاد رو دقیقاً توی همین ایندکس قرار میده، چون این 6 رو نداره. میاد اینو توی ایندکس 5 قرار میده و اونی که آخرین ایندکس بوده رو یه دونه به جلو هول میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اومده رو توی ایندکس 5 که تا اون موقع ایندکس آخر لیست من بوده قرار داده و آخرین عنصر رو یک پله به جلو هول داده. این از دستور اینسرت. خب ما میگیم که خب چه کاریه؟ ما اگه واقعا بخوایم به عضو آخر لیستمون یک عدد اضافه کنیم باید چه کار کنیم؟ ما میخوایم واقعا عددی که ما میخوایم یا مقداری که ما میخوایم اضافه کنیم
آخرین عضو یا آخرین ایندکس لیست ما باشه، اون موقع باید چه کار کنیم؟ میای میگی mylist.append. append برای ما چی کار میکنه؟ میاد ما هر مقداری که بهش بدیم و به عنوان مقدار آخر قرار میده. من میگم 100 رو به لیست من اپند کن، اضافه کن، و بعد میام برای اینکه ببینم چه تغییری اعمال شده لیستم رو پرینت میکنم. وقتی که اجرا کنم اینجا اگر ببینید اومد به عنصر آخر اضافه کرد. اپند کلا میاد به آخرین ایندکس یک لیست اون مقداری که ما بهش دادیم رو اضافه میکنه. خب ما یه موقع هست میخوایم حذف کنیم. میگیم آقا ما میخوایم یک مقدار رو از لیستمون حذف کنیم. اون موقع باید چیکار کنیم؟ ما برای حذف کردن دو تا راه حل داریم. یک، اینکه بیایم یک مقدار رو حذف کنیم. چطور؟ ما میایم میگیم mylist dot remove. میگه چه مقداری من برات حذف کنم؟ میگم برای من 2 رو حذف کن و بعد پرینت mylist، لیستم رو پرینت کن تا ببینم چه تغییراتی اعمال شده. من وقتی اینو اجرا کنم این لیست قبل از دستور ریموو منه و این لیست بعد از دستور ریموو من. این دستور میاد چه کار میکنه؟ من وقتی بهش میگم 2 رو حذف کن، میاد اولین 2ی که توی لیست ببینه رو برای من حذف میکنه. حالا من میام اینجا علاوه بر اپند 100 میام بهش یک 2 دیگه هم اضافه میکنم. میگم برای من یه دونه 100 اپند کن، یه 2. بعد میگم بیا با دستور ریموو برای من 2 رو ریموو کن. اینجا چی کار میکنه؟ ببینید اینجا میاد توی لیست پیمایش میکنه. میگه خب این 2 نیست، این 2 نیست، این 2 نیست، اینجا 2 میبینه. میاد این 2 رو حذف میکنه و دیگه کاری به ادامه نداره. میاد بقیه 2 رو برای من نگه میداره. ما به یک روش دیگه هم میتونیم حذف کنیم از لیستمون. میایم مینویسیم del mylist. اینجا میایم ایندکس اون مقداری که میخوایم حذف شه رو میدیم. ما مثلا میخوایم ایندکس اولمون رو حذف کنیم. مینویسیم ایندکس اول 0، یعنی همون اول. میایم مایلیست رو پرینت میکنیم. وقتی که اجرا کنیم برای ما میاد ایندکس اول که کلمه اوکی بود رو حذف میکنه. ما اینجا با دستورات مهم لیست، ایندکسینگ، اسلایسینگ، اپند، افزودن در موقعیت خاص و حذف عضو با 2 دستور ریموو و لیست آشنا شدیم. میایم برای قسمت دوم دستورات مهم لیست ها. ما میتونیم لیست های تو در تو هم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم یک لیستی از لیست ها بسازیم و از اون استفاده بکنیم. این کار توی لیست شدنیه. به چه معنی هستش؟ یعنی اینکه ما میایم یک لیست از لیست ها میسازیم و ازش استفاده میکنیم. میایم یک فایل جدید ایجاد میکنیم به اسم 4 خط فاصله 1 .py و یک لیست تو در تو میسازیم. اسمش رو میذاریم mylist _ n. خب من یک لیست ایجاد میکنم، یک لیست دیگه داخلش با کاما جدا میکنم و یک لیست دیگه مقدار بهش میدم. میگم 1 2 3 و این میگم 4 5 6. این همچنان لیسته. بله، چک میکنیم print type mylist n. کدمون رو اجرا میکنیم و به ما میگه همچنان یک لیست داری تو. خب این به چه درد ما میخوره؟ ما میتونیم با این کار داده های تفکیک شده توی یک لیست قرار بدیم. ما میخوایم بیایم یک عنصر رو چاپ بکنیم. چجوری بهش دستور میدیم؟ میگیم پرینت کن برای من mylist، همونطور که گفتم. میام میگم تو لیست اول. من اگر اینجا فقط 0 رو بذارم و چاپ کنم برای من میاد لیست اول رو چاپ میکنه. چرا؟
چون این لیست اول رو به عنوان عنصر و ایندکس اولش میشناسه. من اگر بیام اینجا طول این لیست رو هم بگیرم، طول مای لیست به من 2 رو نشون میده. میگه من یک لیستی دارم که 2 تا عضو داخلش دارم و درسته، چون 2 تا لیست داره. هر یک کدوم از این لیست ها یک عضو برای این لیست اصلی حساب میشن. حالا من میخوام ببینم تو لیست اولم که داخل این لیست هست مقدار اول چیه؟ بهش میگم وارد لیست اول شو و ایندکس اولش رو برای من چاپ کن. اینجا باید برای من 1 رو چاپ کنه. خب ما تو لیست از شرط هم میتونیم استفاده کنیم. میتونیم یک شرط برای یک لیستمون بذاریم برای اینکه بتونیم چک کنیم با دستور شرطی که آیا یک مقداری داخل لیستمون هست یا نه. از ایف میتونیم استفاده کنیم. ما میخوایم ببینیم که مقدار 3 در این لیستمون هست یا نه. طبیعتا وقتی من این کد رو اجرا کنم به هم خروجی نشون نمیده. چرا؟ چون همونطور که ما گفتیم این لیست 2 تا عضو بیشتر نداره و این عضوهاش عدد نیستن، یک لیستن. ما برای اینکه بتونیم داخل این لیست پیمایش کنیم باید بهش بگیم تو ایندکس چندم یا تو عضو چندم برای من بگرد. من اینجا براش یه براکت باز میکنم و بهش میگم ببین تو عضو اولت که همون لیست اوله عدد 3 رو داری یا نه. اگر داشتی برای من اوکی رو چاپ کن و وقتی بزنم اوکی رو چاپ میکنه. اگر این رو 1 کنم تو لیست دوم میاد برای من میگرده تو این لیست. خب طبیعتا چیزی ندارم و چیزی برای من چاپ نمیکنه. ولی من نمیخوام کدم اینطوری باشه. میخوام از else استفاده کنم. میخوام بگم اگر 3 تو لیست من نبود، تو لیست اول برای من پرینت کن نو، یعنی نبود و برای من نو رو چاپ کرد به درستی، چون 3 توی این لیست وجود نداره. ما لیست های تو در تو رو هم مثل لیست معمولی میتونیم مقدارش رو تغییر بدیم. اینجا میایم میگیم مای لیست ایندکس اول که میشه لیست اول ما، مقدار یا همون ایندکس اولش رو مساوی کن با 100 و حالا برای من پرینت کن لیستمو. وقتی کد رو اجرا کنم میبینید که برای من اومده عنصر اول لیست اول رو به 100 تغییر داده. ما میتونیم از این برای یک لیست معمولی هم استفاده کنیم. بله، میایم اینجا یک لیست معمولی میسازیم و میگیم 1 2 3. از همین دستور مساوی استفاده میکنیم. میگیم مای لیست عنصر اولش رو ایندکس اولش رو مساوی 1000 کن و بعد پرینتش کن تا تغییراتمون رو ببینیم. اجرا میکنیم و همونطور که میبینیم برای ما اومد عضو اول رو به 1000 تغییر داد. ما اومدیم لیست و دستورات مهم لیست رو یاد گرفتیم. توی 2 قسمت باهاش آشنا شدیم و دستورات لیست ها بیشتر هستن، ولی خب چیزایی که مهمه و ما بهش نیاز پیدا میکنیم بیشتر اینا هن. ما با این دستورات بیشتر سر و کار داریم. ویدیو رو اینجا به پایان میرسونیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و با سابسکرایب و لایک ما رو حمایت کنید. ممنونم. خدا نگهدار.